نامزدی فردوس طالبزاده به منصب معاون اول رئیس بانک ملی در پارلمان بررسی می شود. 176 حالت ویرانکنی قانونگذاری زمین در ناحیه کوشانیان. در سمرقند بعد جراحی پیوند جگر هم بیمار هم اهدا کننده جگر هر دو فوت دیده‌اند. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین 9000 نظامی اوکراین کشته شده است. در جلسه آینده شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان احتمال نامزدی فردوس طالبزاده به منصب معاون اول رئیس بانک ملی بررسی شود. در جلسه شورا که دیروز 22 آگوست در دوشنبه گذشت در این باره بحث شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 آگوست فردوس طالبزاده را به جای دامادش جمال الدین نورعلیف معاون رئیس بانک ملی تعیین کرد. جمال الدین نورعلیف روز 10 ایون امسال از مقامش رانده شد. سبب برکناری جمال الدین نورعلیف را گذشتن به کار دیگر گفتند، اما با گذشت بیش از 2 ماه منصب نوی او را معرفی نکردند. در صورت رد شدن نامزدی فردوس طالبزاده در پارلمان با وجود فرمان پرزیدنت او در این سمت کار نخواهد کرد. در تاجیکستان هیچگاه پارلمان فرمان پرزیدنت را رد نکرده است. دوام سال روان تنها در ناحیه کوشانیان 176 حالت ویرانکنی قانونگذاری زمین آشکار شده است. وابسته به این شخصان قانونشکن نزدیک 38000 سامانی جریمه شده اند. طور کمیته اداره زمین در ناحیه کوشانیان معلومات داده است 176 حالت قانون ویرانکنی زمین در میدان بیشتر از 33 هکتار زمین به قید گرفته شده است. از جمله با ماده 148 77 حالت، با ماده 141 10 حالت، با ماده 143 17 حالت، با ماده 146 47 حالت و با ماده 156 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان 25 حالت ویرانکنی قانونگذاری زمین آشکار کرده شده است. به معلومات اداره زمین در ناحیه کوشانیان برای برطرف کردن قانون ویرانکنی ها 176 دستور و 65 پروتکل و قرار مأموری در اساس کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است. در بیمارستان مرکزی ولایت سمرقند نخستین جراحی پیوندسازی جگر صورت گرفت. بعد جراحی پیوند جگر هم بیمار هم اهدا کننده جگر هر دو فوت دیدند. گفته می شود زنی 57 ساله از سیروز جگر رنج می کشید و دختری 35 سالش قسمی از جگرش را برای مادر می دهد. به گفته عبدالملک قربانوف پدر و همسر زنهای فوت دیده جراحی خوب گذشته است، اما پیش از رخصت شدن از بیمارستان هر دو هم فوت دیدند. زنی بیمار 12 آگوست و دخترش 16 آگوست فوت دیده است. این جراحی روز 9 آگوست در دوام 13 ساعت و 20 دقیقه عملی شده است. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین 9000 نظامی اوکراین کشته شده است. در این باره والری زالوژین سرفرمانده نیروهای مسلح اوکراین به رسانه‌ها معلومات داده است. این نخستین اطلاع رسمی فرماندهی نظامی درباره تلفات اوکراین می باشد. آخر ماه ایون سال جاری مشاور دستگاه پرزیدنت اوکراین الکسی اریستوویچ از مرگ 10,000 نظامی خبر داده بود. مقامات روسیه بار آخر در ماه اپریل گفته بودند که 23367 نظامی اوکراین را نابود کرده اند. بعد آن هر دفعه از کشته شدن نظامی های اوکراین در حمله های علاهیده خبر می دهند. نشریه پرویکت حساب کرده است اگر همه رقم های اعلان کرده مقامات روسیه درباره تلفات نظامی های اوکراین جمع کرده شود، در این حالت اوکراین بیشتر از 50,000 نظامی تلف داده است.